رو می‌رویم به موضوعهای دیگر. یک گروه مهاجران کوری توجیک در شهر یکاترینبورگ پس از پرداخت نشدن حق کارشان به نشان اعتراض دیوار بنا کردهشان را ویران کردند. کردینده روس میگوید تأخیری در پرداخت معاش جای نداشت و برای تخریب دیوار به پلیس شکایت کرده است. مهاجران توجیک در روسیه که اکثریت در ساختمان کار میکنند گاه با چنین طرز و اصول از سر وقت پرداخت نشدن معاششان از کردینده قصاص گرفته نمیشوند. همکارم عبدالله اشورов به تحقیق این موضوع مشغول بود و حالا با ماست. عبدالله سلام و نخست درباره این قضیه مفصل‌تر بگو چرا مهاجران به چنین کاری دست زدند؟ سلام شالو. یک گروه 3 نفره مهاجران کوری در شهر یکاترینبورگ با شرکت سترویگراد شرطنامه بسته داخل خانه‌های بلند آشیانه را تعمیر می‌کردند. کارشان از چیدن دیوارهای مبینی و اندازه خود شتکتورک کردن عبارت بوده است. آنها میگویند کاردهنده وعده داد که فردا پولشان را میدهد، اما با تاکید مهاجران تلفن را خاموش کرده یک هفته دست نورست شد. مهاجران بعداً به نشان اعتراض دیوارهای بنا کردهشان را شکستند. خب عبدالله با خود کاردهنده توانستی تماس بگیری یا نه؟ بله شهلا، سویتلانا بروک که خود را رهبر شرکت سترویگراد معرفی کرد گفت که مهندس ساختمان نخست باید صفت کار اجرا شده را سنجیده قبول کند، بعداً حق کار مهاجران کوری باید پرداخته میشد. با ادعای او مهاجران منتظر نشده دیوار را شکستند. این کارده ادعا کرد که گویا مهاجران اسباب‌های ساختمانی را هم با خود بردند، اما مهاجران این را رد میکنند. خانم بروک گفت زیانی وارد شده از این عملی مهاجران 400,000 روبل حساب شده است و از این کار آنها به پلیس شکایت برد. حامیان حقوق در همین حال میگویند این شکل اعتراض مهاجران از نظر حقوقی قابل قبول نیست. از نظر جنبه حقوقی البته این کار نادرست است. مهاجرین باید که با کارفرما قرارداد میبستند و وقتی که جنجال ها بین اینا سر میزد، اگر نافهمی ها میشدن، از طریق سود باید که حل میکردن. معلوم است که مهاجرین با کارفرما قرارداد نبستند و از طریق دیگر خواستند که کار را حل کنند، ولی این راهی حل مسئله نیست. عبدالله احتمال از نظر حقوقی این کار مهاجران چندان درست نیست، اما در این حالتی که مهاجران میگن با کاردهنده شرطنامه داشتند، حالا این خرابکاری برایشون چه پیامد داشته میتواند؟ حامیان حقوق میگویند هرچند این عمل مهاجران راهی درستی حل مشکل نیست و پلیس در نهایت میتواند آنها را برای جبران کردن مبلغ مصالح مصرف شده ساختمانی مجبور کند. حد اکثر کاری که پلیس میتواند انجام دهد این مجبور کردن مهاجرین برای پرداخت همون مالی که یعنی رسخات شده است، یعنی استفاده شده است در این ساختمان. در روسیه که زیاد حالتهای فریب دادن مهاجران کوری تاجیک از سوی کارفرمایان رخ می‌دهد، مهاجران گاه چاره جز از تخریب بینایی با دست خود بنا کردهشان نمی‌بینند. تشکر عبدالله برای صحبت. البته بهتر است که مهاجران عزیز همه گونه بحث‌ها با کارفرما در دایره قانون حل کرده شود، زیرا در نهایت هم مهنت شما برای بس می‌رود، هم معاش نمی‌گیرید و بر علاوه باز مجبور می‌شوید که جبران پردازید.